رسانه‌های زیر نظارت حکومت طالبان از سفر یک هیئت بلندپایه تاجیکستان به کابل خبر دادند. خبرگزاری باختر که زیر نظارت طالبان کار می‌کند نوشت این هیئت روز شنبه 15 نوامبر وارد پایتخت افغانستان شده است. به اطلاع منبع و هم تلویزیون آمو، نمایندگان وزارت کارهای خارجه و نهادهای امنیتی تاجیکستان شامل این هیئت هستند. به گزارش تلویزیون آمو، انتظار می‌رود که نمایندگان تاجیکستان با امیرخان متقی وزیر کارهای خارجه طالبان و سردار اداره امنیتی این گروه واخورند. مقامات تاجیکستان درباره سفر این هیئت به افغانستان خبر ندادند. رسانه‌های افغانستان هدف سفر این هیئت را گسترش و تقویت رابطه‌های اقتصاد و امنیتی تاجیکستان و افغانستان گفتند. رسانه‌های افغانستان همچنین نوشتند که مسئله سفارت افغانستان در دوشنبه نیز مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. سفارت افغانستان در تاجیکستان هنوز از سوی ظاهر اخبار سفیر تعیین شده حکومت پیشین افغانستان اداره می‌شود. با گزارش رسانه‌های افغانستان، در ماه‌های اخیر رفوهای مقامات تاجیکستان به افغانستان و آمدن نمایندگان طالبان به دوشنبه بیشتر شده است. از جمله هفته گذشته برخی رسانه‌های افغانستان خبر دادند که یک هیئت با رهبری معاون رئیس ولایت ختنان به ولایت کندوز افغانستان رفته و معاون رئیس آن ولایت واخورده است. ماه اکتبر امسال یک هیئت طالبان با رهبری یوسف وفا والی ولایت بلخ به تاجیکستان سفر کرد و با رئیس کمیته دولتی امنیت ملی، فرمانده نیروهای مرزبانی و رئیس شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان واخورد. مقامات تاجیکستان رسما درباره ملاقاتشان با نمایندگان حکومت طالبان چیزی نمیگویند.